خیلی خوبی با تجربه با حساب میرد. پرتاب نوبتی و البته اینجا با تقسیم به گل نیست دوستان ارجمند. این همان اصولی که او بعد از زدن گل انجام میدهد و در دقیقه 24 دروازه استقلال را رخنه میکند. گذشتشی و پرتاب زمینی ضربه گل منوچهر جلیلوف حساب 1-1 دوستان ارجمند. همین حالا در خیال خوب است برای ادامه دادن حمله. سایرов فرصتی ضربه زدی منوچهر ضربه گل 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 منوچهر جلیلوف. امروز منوچهرها در میدان قهرمان بودند و ببینید که چگونه پرتابی غافلگیر برای دروازه‌بان الهلال و حساب 3-1. احسن و واقعا هم پرتابی عالی رستم سایرov فوتبال بازی امید بخشی در سر استقلال. ببینید که چگونه توپ را برای منوچهر میگذارد و ضربه منوچهر واقعا هم عالی وارد دروازه میشود.